المرأة سیدة بیتها. از من سوال کردن که شما در مقابل اونچه که غربی ها میگن در مسئله زن در کشور چه دفاعی دارید؟ من گفتم ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم، ما طلبگاریم از غرب، ما مدعی غربیم در مسئله زن. اونا هستن که دارن به زن ظلم میکنن، زن رو تحقیر میکنن، جایگاه زن رو پایین میارن، به اسم آزادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن. نظر اسلام در باب خانواده و جایگاه زن در خانواده نظر خیلی روشنی است. المرأة سیدة بیتها. بزرگ خانه زن خانه است. این از پیغمبر اکرمه.